دلشاد شما را با عنوان ورزشکاری بهترین تاجیکستان در سال 2013 تبریک میگوییم و لطفاً بگویید که این سال برای شما چگونه سال بود. Спасибо за поздравление. Мне очень приятно, конечно, что меня в этом... تشکر برای تبریکات. من خیلی خوشحالم که مرا بهترین ورزشکاری تاجیکستان اعلام کردند. سال 2013 برای من اگر از روی جدول 5 امتیازی بهاگذاری کنیم، من به خود بهای +4 میگذارم. قریب همه آن چیزی که به نقشه گرفته بودم اجرا شد. من باری دوم قهرمان آسیا شدم. در مسابقات بزرگ بین المللی گران پری غالب گشتم. در مسابقه قهرمانی جهان مقصد داشتم که جایزه دار شوم، ولی این بار به من میسر نشد. جای پنجم را گرفتم که این نتیجه در نمود ما نتیجه بلند است، زیرا آنهایی که به قطار 10 نفر بهترین ها داخل میشوند به مسابقات بزرگترین بین المللی دعوت میشوند. بنابراین من از نتیجه های به دست آوردم در سال 2013 قناعتمندم. Ну, относительно я доволен этим сезоном 2013. دلشاد شما سال 2013 اینچنین رکوردی نوی شخصی خود را در مسابقات بین المللی گذاشتید، همین طور نه؟ Я в этом году установил свой личный рекорд, это 80 метров. بله، من امسال رکورد نوی انفرادی گذاشتم که آن 80 متر و 31 سانتی متر می باشد. در ما میگویند که اگر تو گرز را با مسافه بیش از 80 متر هوا دهی به قطار زورترین گرزاندازهای جهان داخل میشوی. این نتیجه گراسمیستری می باشد و من بسیار خوشنودم که به این نتیجه نائل شدم. Очень сильно доволен, что я преодолел этот рубеж. تشکر. دلشاد درباره نقشه های آینده خود در سال نوی 2014 کمی اطلاع میدادید؟ В 2014 году основные соревнования это у меня получилось. در سال 2014 من دو مسابقه اساسی دارم. یکمش این جام جهان است که روزهای 13 و 14 سپتامبر در مراکش برگزار می شود. مسابقه دوم این بازی های آسیایی در کره جنوبی می باشد که در 4 سال یک مرتبه برگزار می گردد. با جز این دو مسابقه من سال آینده در بسیار مسابقات بین المللی من جمله سلسله گران پری شرکت می‌ورزم. Много таких тоже крупных международных турниров, таких из серии Гран-при. دلشاد شما همچنین رئیس فدراسیون ورزش سبک تاجیکستان هستید و امسال دوباره به این منصب، به این وظیفه پرمسئول و پرافتخار انتخاب شدید. لطفاً بگویید که سال 2013 برای ورزشکارانی که با فدراسیون شما شامل هستند چگونه سال بود؟ В этом году для Федерации легкой атлетики Республики Таджикистан был относительно неплохой год. Как многие знают, سال جاری برای فدراسیون ورزش سبک تاجیکستان سالی بد نبود. گرزانداز جوان ما زهیر شیرالیف در بازی‌های آسیایی نورسان در نانجینگ چین مدال نقره به دست آورد. اینچنین برخی از ورزشکاران نورس ما در مسابقات مختلف نتیجه های خوب نشان دادند که این ما را خرسند میکند و ما در آینده از آنها امیدهای کلان داریم. دلشاد در آخر صحبت ما تمنای شما به شنوندگان و بینندگان ما در سال نوی 2014. Мне хочется пожелать всем таджикистанцам, особенно нашим спортсменам. میخواهم به همه تاجیکستانیان بخصوص به ورزشکاران در سال نوی 2014 موفقیت آرزو کنم و بگذار همه مقصد و خواهش آنها عملی شود. Все желания осуществились. دلشاد تشکر برای صحبت. هم صحبت من ورزشکاری بهترین تاجیکستان در سال 2013 دلشاد نظرف بود.